بسم الله الرحمن الرحیم. عما یتساءلون از چی چیز سوال میکنن؟ عن النبأ العظیم، از یک خبر بسیار بزرگ. الذی، تو خبری که هم فیه مختلفون، که آنان در آن اختلاف دارن. کلا سیعلمون، کلا نچنین است که اونا عقیده میکنن. سیعلمون، زود است که بدانن. ثم کلا سیعلمون، سپس کلا نچنین است که آنان فکر میکنن. سیعلمون، حتما اینا میدانن. اینا ای 5 آیت که هستن، این درباره چی هستن؟ درباره صفات دشمنای توحید است. دشمنای توحید چه صفات داشتن؟ که اول سوال میکنن از چیزهایی که از خبر بزرگی که در اختلاف میکنن. مسلمان ها وقتی که پرسان میکنن در اختلاف نمیکنن، اما دشمنای توحید درباره آنچه که سوال میکنن باز اختلاف میکنن. و الله متعال میگن که اینا نچنین است که اینا چی میکنن؟ عقیده میکنن، بلکه زود است که اینا بفهمن. ثم کلا سیعلمون، سپس نچنین است که اینا گمان میکنن. سیعلمون، باز میدونن. الم نجعل الارض مهادا، الله متعال میگه که الم نجعل، آیا نگردانیدیم الارض، زمین را، مهادا، مانند مهد یا گهواره. که در اینجا انسان ها چی میکنن؟ در امو گهواره یا در مهد خود راحت، مثل که طفلا در گهواره خواب میکنن، اینا هم در این زمین راحت میباشن. در الم نجعل الارض مهادا، در اینجا چی هست؟ حاکمیت تکوینی الله در زمین است. حاکمیت تکوینی الله در زمین است. والجبال اوتادا، و الله متعال آیا میگه کوها را مثل میخا نگشتانده؟ یعنی کوها را الله متعال مثل میخا در زمین نصب کرده. این هم حاکمیت تکوینی الله هست در کوها. ما شما خوانده بودیم که حکم الله یکی تکوینی هست، یکی تشریعی. تکوینی در چی هست؟ در آسمان و زمین و انسان و کوها و نباتات، و حکم یا حاکمیت تشریعی در 12 چیزی که ما شما بیان کردیم. حالا اینجا حاکمیت تکوینی الله در کوها. والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا، الله متعال میگه آیا شما را جفت جفت خلق نکردیم؟ این چی هست؟ حاکمیت تکوینی الله هست در انسان ها. و جعلنا نومکم سباتا، و گردانیدیم خواب بر شما چی؟ برای راحت. بنابراین هم حاکمیت تکوینی الله در انسان ها هست. و جعلنا اللیل لباسا، و گردانیدیم شب را مثل لباس برای شما، پوشش. حاکمیت تکوینی الله در شب. و جعلنا النهار معاشا، و گردانیدیم روز را برای چی؟ برای کار. این حاکمیت تکوینی الله در چی هست؟ حاکمیت تکوینی الله در روز. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بنا کردیم بالای سر شما 7 آسمان محکم. ای 7 شدادا، ای چی شد؟ حاکمیت تکوینی الله در آسمان ها. و جعلنا سراجا و هاجا، و گردانیدیم در این آسمان سراجا، آفتاب را مثل یک چراغ، و هاج بسیار روشن کننده. این حاکمیت تکوینی الله در کجا هست؟ در آفتاب است. و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، و نازل کردیم از ابرها ما آب را که ثجاجا. این هم حاکمیت تکوینی الله در چی هست؟ در ابرها و در آب است. لنخرج به حبا و نباتا، تا که خارج بکنیم به واسطه اینمی آب حبا، دانه ها را، و نباتا، و نباتات را. این حاکمیت تکوینی الله در نباتات است. و جنات الفافا، و همچنان باغهای الفافا یعنی انبوه. این هم حاکمیت تکوینی الله در چی هست؟ در باغها. این یوم الفصل کان میقاتا، این یوم الفصل کان میقاتا، یقینا که روز فصل، که روز قیامت است، که فاصله هست بین مؤمنین و ملحدین. این روز است که وقتش تعیین شدگی هست. این چی هست؟ نظام اعتقادی اسلام است در ایمان داشتن به چی؟ به قیامت. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
روز قیامت که دمانده میشه در سور، فتأتون افواجا، باز شما فوج می‌آیید. این ایمان داشتن به چی شد؟ ایمان به نفخ، یعنی نفخ سور میشه. فتأتون افواجا، باز شما فوج می‌آیید. و فتحت السماء فکانت ابوابا، این هم مربوط به قیامت میشه که در قیامت آسمان باز میشه، دروازه میشه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، و سیر میکنه کوها مانند چی وارد سراب بار میباشه. پس این هم چی هستن؟ یعنی ایمان به قیامت است. اینا کلش چی هستن؟ کلش ایمان به قیامت است. این جهنم کانت مرصادا، یقینا که جهنم دوزخ است، در ترصد است، در انتظار هست. این هم چی هست؟ ایمان است به دوزخ. مثلا انسان مسلمان وقتی که میگه آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت و الجنة حق و النار حق و الصراط حق و میزان حق است. و کل از یک انسان مسلمان ایمان می داشته باشه جنت حق است، جهنم حق است. اینی کلش مربوط میشه به نظام اعتقادی اسلام. للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا، امی جهنم بر طغیانگران لابثین فیها احقابا، در این چندین سال می باشن. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، این جزای چی هستن؟ این جزای للطاغین مآبا و لابثین فیها احقابا و لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیم و غساقا جزا وفاقا، این جزای دشمنای توحید در آخرت است. یعنی کل جزایشان است. لا یذوقون که در چیز، لابثین فیها احقابا که در جهنم قرنها می باشند. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، در اینجا نه کدام سردی نوشابه سردی و نه کدام نوشابه است. الا حمیم و غساق، مگر حمیم امو آب داغ و غساق امو غلیطی های امو چرک و رینه که از دوزخی ها می باشن. جزا ام وفاق. این چند آیت شد؟ این 5 آیت درباره چی است؟ جزای دشمنای توحید در آخرت. انهم كانوا لا يرجون حسابا، اینا صفات دشمنای توحید بیان میکنه. اینا چی صفت داشتن که جزا رو میبینن؟ كانوا لا يرجون حسابا، و صفتشون این بود که یا امید حساب نداشتن که ما محاسبه میشیم در روز قیامت. و کذبوا بآیاتنا کذابا، الله متعال میگه دیگه صفتشون چی بود؟ که به آیات الله اینا تکذیب میکردن، میگفتن که دروغ است. و کل شیء احصیناه کتابا، این چی هست؟ این آیت شریف ایمان است به محاسبه اعمال، که انسان باید ایمان داشته باشه که تمام اعمال انسان چی می باشه؟ این احصایه میشه، محاسبه میشه، حفظ میشه. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، این هم جزای دشمنای توحید است در آخرت. ان للمتقین مفازا، اینجا نتایج توحید در دنیا بیان میکنه که ان للمتقین مفازا، برای متقیان چی هست؟ فوز و کامیابی هست. این فوز و کامیابیشان چی هست؟ حدائق باغها هست و اعناب و انگور هست و کواعب اطرابا، و همسرانی که اینا بسیار با جسامت زیبایی هستند. و کأسا لحاقا، و کأس‌ها یا همو گلاس‌های پر از شراب پاک است. این چی است؟ این صفات نتایج توحید است، نتایج توحید است در آخرت. مفازا کامیابی، حدائق باغها، اعناب انگورها، کواعب اطراب همسران زیبا جسم، و کأسا لحاقا، این 5 تا. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، این 7میش که اینا نمیشنوند در چی؟ در امی جنت سخنای لغو. دیگه چی هست؟ دیگه دروغ هم اینجا نیست. جزاء من ربک عطاء حسابا، این پاداش است که از جانب پروردگار به اهل توحید داده می شود. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا، رب آسمان ها و زمین است. توحید و ربوبیت است. یکی از اسماء و صفات الله رب است که الله رب السماوات است، یعنی خلق کننده آسمان ها و زمین. و ما بینهما، و آنچه که در آسمان و زمین است. الرحمن، این دیگر اسم از اسماء و صفات الله متعال است.
لا یملکون منه خطابا، که مالک هیچ خطاب کس نمی باشد روز قیامت. یوم یقوم الروح والملائکه صفا. به ایمان داشته باشین، این هم نظام اعتقادی اسلام است که انسان ایمان داشته باشه که در روز قیامت الروح و جبریل علیه السلام و الملائکه و دیگر ملائکه صفا صف میشن. لا یتکلمون، حتی همین ملائکه که مقربین الله هستن سخن نمیگن الا من اذن له الرحمن، مگر برای هر کسی که الله اجازه بده. یعنی هیچ کس گپ زدن نمیتونه مگر تا که الله برای او اجازه بده. و قال صواب، و باز وقتی که سخن میگن سخنای چی میگن؟ درست میگن. ذلك اليوم الحق، این روز حق است. این ایمان از چی؟ ایمان از به قیامت، به روز آخرت. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، پس هر کسی که خواسته باشه مرجع به الله، مرجع خود الله را بگیره. ان انذرناکم عذابا قریبا، الله متعال میگه من شما را میترسانم از عذاب بسیار نزدیک. ایمان به قیامت. یوم ینظر المرء ما قدمت یده، این روز است که تمام انسان ها هر عملی که کردن او را در مقابل خود تقدیم کردن، کلش به چشم خود میبینه. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، این نتیجه دشمنی الله از در آخرت که باز کافر اونجا یاره که میبینه باز میگه کاش که من خواب میبودم و در این عذاب ها و در این سختی ها گرفتار نمیشدم. خب دوستای عزیز، این سوره عامه بود که من خدمت شما به شکل تطبیقی، این آخری درس ما و شما بود که بیان کردم. و یکی از خواهرای ما هستن که در درس‌های حضوری اینجا حاضر هستن و اینا میخوان که سوره الانشقاق براتون چی کنن. ان شاء الله تعالی سوره انشقاق این خواهر ان شاء الله براتون چی میکنن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بیبی نصیبه هستم. میخوایم 14 کلید قرآن شناسی را بگویم و بالای سوره انشقاق تطبیق کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. 14 کلید قرآن شناسی. ما گفتیم که دو عالم بزرگ، علامه ابن عبدالعزیز حنفی و علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگن که القرآن کله فی التوحید، تمامی قرآن در مورد توحید است. و ای که چی را ثابت میکنه که تمامی قرآن در مورد توحید است؟ ما 14 کلید قرآن شناسی را مفصلا میخوانیم. که کلید اول معرفی الله سبحانه و تعالی می باشد در 6 چیز، که در 6 چیز می باشد که ذات الله سبحانه و تعالی، افعال الله سبحانه و تعالی، نامهای الله سبحانه و تعالی، صفات الله سبحانه و تعالی، حاکمیت الله سبحانه و تعالی می باشد و عبادت الله سبحانه و تعالی. و قسم دوم لوازم توحید می باشد که لوازم توحید دوستی با دوستان الله و دشمنی با دشمنان الله سبحانه و تعالی می باشد. و قسم سوم حقوق توحید می باشد که حقوق توحید اطاعت به اوامر الله و منع شدن از نواهی الله سبحانه و تعالی. این سه قسم اول در مورد معرفی الله سبحانه و تعالی بود و 5 قسم بعدی در مورد اهل توحید و موحدین می باشند که چهارمش کلید چهارم که شناخت اهل یا معرفی اهل توحید، دوم قصه های اهل توحید، سوم صفات اهل توحید، چهارم پاداش اهل توحید در دنیا و پنجم پاداش اهل توحید در آخرت. و 5 قسم بعدی در مورد دشمنان توحید می باشه که اول معرفی دشمنان توحید، دوم قصه های دشمنان توحید، سوم صفات دشمنان توحید، چهارم معرفی دشمنان توحید یا پاداش دشمنان توحید در دنیا و پنجم پاداش دشمنان توحید در آخرت. و کلید آخرم که نواقض ایمان یا نواقص ایمان می باشه. خب سوره انشقاق می خونیم و بعد این 14 کلید تطبیق می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، وقتی که آسمان شق یا پاره می شود. این آیت اول در مورد حاکمیت تکوینی می باشه در آسمان ها. و اذنت لربها و حقت، و این فرمان پروردگار است که اطاعت میشه و حقت و این حقش است.
که آیت اول و دوم در مورد حاکمیت تکوینی در آسمان ها می باشد. و اذا الارض مدت، و وقتی که زمین هموار می شود، و القت ما فیها و تخلت، و چیزی که در کوه ها هست و در زمین هست، و تخلت تو همه بیرون می شود و خالی می شود. و اذنت لربها، و ای فرمان پروردگار است، و حقت، و ای حقش است. که آیت سوم، چهارم و پنجم ای هم حاکمیت تکوینی هست در زمین. یا ایها الانسان، و ای انسان، انک یقینا که تو کادهان بسیار کوشش کردی، الی ربک به سوی پروردگارت، کد هم به بسیار مشقت، فملاقیه، پس الله سبحانه و تعالی را ملاقات میکنی. که صفات اهل توحید است که یعنی در آخرت پاداششان است که الله سبحانه و تعالی را ملاقات میکنند. فاما، پس وقتی که من اوتیه داده شود کتابه، کتاب یا دفتر اعمالش، بیمینه به دست راستش، فسوف یحاسب حساب یسیرا، پس اون محاسبه میشه محاسبه آسان. وقتی که ما گفتیم کتاب یا دفتر اعمالش داده شود به دست راستش، این میگم نظام اعتقادی است که ایمان به دفتر اعمال می باشه. فسوف یحاسب حساب یسیرا، که هم پاداش اهل توحید در آخرت می باشه، که هم یعنی محاسبهشان یا حسابشان بسیار آسان می باشه. و ینقلب الی اهله مسرورا، و باز میگردد به طرف اهل یا خانوادهشان که بسیار خوشحال می باشد، که هم نتیجهشان در آخرت می باشه که با خانوادهشان بسیار خوشحال می باشند. و اما وقتی که من اوتیه داده شود کتابه، دفتر اعمالش، وراء ظهری، از پشت سر از این آیت میگیم نتیجه دشمنی توحید در آخرت می باشه. فسوف یدعو ثبورا، که یا مرگ را فریاد میزنن و هلاکت را میخواهن، که هم می هلاکت را میخواهن، نتیجه دشمنی توحید می باشه. و یصلا سعیرا، و یا در آتش دوزخ انداخته می باشن، که هم نتیجه دشمنان توحید در آخرت می باشند. انه کان فی اهله مسرورا، یعنی یا در دنیا در خانواده خود بسیار خوشحال بودن، که هم صفات دشمنان توحید می باشه که در دنیا امروز خانوادهشان بسیار خوشحال می باشند. انه ظن، یقینا که ایشان گمان می کردن، الی یحور، که دوباره به سوی الله سبحانه و تعالی بازگشت نیست. که این هم صفات دشمنان توحید است که گمان و فکر میکنن. بلکه ان ربه، یقینا پروردگار تو کان به به آن بصیر، بسیار بینا. این هم میگه صفات الله سبحانه و تعالی است که با بینایی همه مردم را میبینن. فلا اقسم بالشفق، پس قسم از به شفق، و اللیل و ما وسق، و قسم از به شب و آن چیزی که او را فرا میگیره، و القمر، و قسم از مهتاب، اذا اتسق، هنگامی که مکمل میشه. این سه آیت که هست ما میگیم می الله سبحانه و تعالی سه قسم را یاد کردن به خاطر ایمان به آخرت. لترکبن طبقا عن طبق، پس یا حتما مرتبه طبقه یا طی میکنن یا میگذرانن، که این صفات دشمنان توحید است. فما لهم لا یؤمنون، ایشان را چی شده است که ایمان نمی آورند. و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، و وقتی که بالای از یا قرآن تلاوت شود اینا سجده نمی کنند. این دو آیات هم در مورد صفات دشمنان توحید می باشند. بل الذین کفروا یکذبون، بلکه کسانی که کافر شدن اینا تکذیب می کنند. این هم می صفات دشمنان توحید می باشد. والله اعلم بما یوعون، و الله سبحانه و تعالی عالم یا دانا هست با آنچه که یا می بینند، که هم صفات الله سبحانه و تعالی می باشد. فبشرهم، پس اینا را بشارت بده، بعذاب علیم، به عذاب دردناک، که هم جزای دشمنان توحید است در آخرت. ان الذين، یقینا کسانی که آمنو ایمان آوردن، الا الذين، مگر کسانی که آمنو ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه نمودن، لهم برایشان اجر غیر ممنون، پاداش هست بسیار پاداش بزرگ، که میگیم پاداش اهل توحید در آخرت می باشد. خب دوستای عزیز، درس ما و شما خلاص شده دیگه، تطبیقات ما هم خلاص است. ما سوالای امتحانات براتون روان کردیم برای مدیر صاحبا، انشاءالله اون سوالا رو شما میگیرین و جواب میگین. از این سوالایی که در پارچه جواب داده میشه فرستاده میشه 50 نمره است، و از او
کارهای خانگی کسایی که کردن که او را باز ثبت میکرده باشن، خلاصه درس‌ها یا نوشته میکنن، کسایی که ثبت کردن هم میتونن او را هم باز 50 نمره دیگه از اونو برشان داده میشه که هر کسی که یعنی چیزایش برای ما رسید باز بر از اونها نمره میدیم و انشالله باز برشان سرتیفیکیت یا شهادتنامه برشان تهیه میکنیم و آنلاین برشان از طرف اکادمی علمی دعوت اسلامی برشان داده میشه. جزاکم الله خیر.